بلافاصله انتظار به پایان رسید و پروژه بزرگ ساخت کانال انحرافی بند بخشاباد فرا تکمیل شد و قرار است در روزهای آینده به بهره برداری سپرده شود. گزارش‌های اخیر در ماه جدی سال جاری حاکی از آن است که کار ساخت تونل‌های انحرافی این بند به طور کامل به پایان رسیده و آماده بهره برداری است، در حالی که برخی منابع از اتمام کامل فازهای اولیه خبر می‌دهند. وزارت انرژی و آب پیشتر اعلام کرده بود که کل پروژه شامل فازهای مختلفی است و کار روی بدنه اصلی و تأسیسات جانبی همچنان با سرعت در جریان است. با تکمیل تونل‌ها تمرکز بر روی ساخت فاز دوم و بخش‌های خاکی بند معطوف شده است که انتظار می‌رود ظرفیت آبیاری بیش از 68,000 هکتار زمین زراعتی و تولید 27 میگاوات برق را فراهم کند. الحمدلله ما از نزدیک دیدیم که کارها بسیار خوب پیش می‌رود و از مسئولین همین شرکت خاصی ما هم است که این کار باید هر چه عاجل‌تر ختم بکنن که وقت هم کم است. مشکلات ولایت فرا به همه مردم معلوم است که در سالهای اخیر از خاطر خشکسالی و بیابی بسیار مردم رنج می‌برند. این پروژه به عنوان یکی از بزرگترین زیرساخت‌های مدیریت آب در غرب افغانستان شناخته می‌شود که هدف آن مهار سیلاب‌ها و مقابله با خشکسالی در ولایت فرا است. از آنجایی که بند بخشاباد دارای 7 فاز یا 7 مرحله است، فعلا بند بخشاباد فرا مراحل مهمی را تکمیل کرده، به خصوص حفر و کانکریت ریزی تونل‌های انحرافی تکمیل و آماده بهره برداری قرار دارد. مسئولین محلی و وزارت انرژی و آب از تسریع کار و پیشرفت‌های اخیر خبر داده و آن را برای تأمین آب زراعتی و تولید برق در منطقه حیاتی می‌دانند و کار فازهای بعدی کانال بخشاباد فرا نیز آغاز خواهد شد. تکمیل شدن بند بخشاباد برای ایران این معنی را می‌دهد که سویج آب در بالادست رودخانه فرارود در دست افغانستان است و این کشور از این پس ابزار فشار دیگری برای امتیاز طلبی از ایران خواهند داشت. تا پیش از اعمار سد بخشاباد، آب این رودخانه بدون حساب کتاب مشخصی به ایران سرازیر میشد. مسئولین بند بخشاباد میگویند که کار سخت و پیچیده تونل‌های انحرافی آب این بند به پایان رسیده و کار آن به وقت تعیین شده تکمیل شد. 2 سال پیش ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان از سدگیری کار اعمار 2 تونل بند بخشاباد را افتتاح کرد. یکی از این تونل‌ها 518 متر و دیگری 552 متر طول دارد و باعث می شود که آب سد بخشاباد به زمین‌های کشاورزی فرا برسد و از سرازیر شدن زیاد این آب به ایران جلوگیری شود. مسئول بخش نقشه برداری پروژه از تکمیل کامل کار تونل‌های انحرافی خبر داده و گفته است که کانکریت ریزی تونل بزرگ و کانکریت ریزی شن و ماسه در تونل کوچک با استانداردهای بین المللی انجام شده است و از ضمن تاکید بر کیفیت بالای ساخت این بند و مردم فرا اطمینان داد که پروژه طبق معیارهای فنی تکمیل شده و آماده بهره برداری قرار دارد. وزارت انرژی و آب برنامه دارد تا با بهره برداری این پروژه ظرفیت کنترل و هدایت آبهای رودخانه‌ای را در منطقه بهبود بخشد و بدین ترتیب به توسعه کشاورزی و کاهش خطر سیلاب‌ها کمک کند. این پروژه از مهمترین طرح‌های آبی در غرب کشور به شمار می‌رود و انتظار می‌رود پس از بهره برداری تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم منطقه داشته باشد. وخت په وخت د فراه د ولایت د بخشاباد د بند څخه لیدنه ترسره کوي. دا په دې معنا باندې چې نظام بند بخشاباد ته یو لوی اهمیت ورکوي. ولس هم په دې باندې پوهیږي چې د مسئولینو توجه د بخشاباد بند ته ډېره. بند بخشاباد از پروژه‌های مهم مدیریت آب‌های کشور است که در چند مرحله بر فراز دریای فرا در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا ساخته می شود. حفر کانال‌های این بند در اوایل سال جاری خورشیدی آغاز شده بود که در چند ماه گذشته کار ساخت تونل‌ها برای انحراف جریان رودخانه در جریان کار تکمیل و فعلا آماده بهره برداری قرار دارد. اما کارهای اساسی این بند هنوز آغاز نشده است، زیرا ابعاد این پروژه به حدی بزرگ است که 2 کانال در حال ساخت صرف جهت انحراف جریان رودخانه در زمان کار روی بند دریای بخشاباد فرا ساخته می شود. هنوز کار بند بخشاباد آغاز نشده است. این پروژه یکی از پروژه‌های ملی افغانستان با هزینه بسیار هنگفت است. بند بخشاباد یکی از بندهای مهم آبی در جنوب غرب کشور است که طراحی آن حدود 10 سال قبل در زمان حکومت پیشین انجام شده بود.
باید یادآور شد که بحران کم‌آبی بدون ساخت بند و ذخیره آب حل نخواهد شد. گفته می شود که بند بخشاباد با داشتن کانال‌های به طول 50 کیلومتر از جناح راست و 52 کیلومتر از سمت چپ ظرفیت ذخیره 1 میلیارد و 360 میلیون متر مکعب آب را داشته 68590 هکتار زمین زراعتی را آبیاری و ظرفیت تولید به 7 مگاوات برق را خواهد داشت. با اعمار این بند آب زیرزمینی تغذیه و از هدر رفتن و مصرف بی‌مورد آب جلوگیری می شود. به همین شکل در حصه جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها و مهار ساختن آب‌های سطحی کمکی بزرگی نموده و نقش بسزایی دارد. با اعمار این بند زراعت و مالداری انکشاف خواهد یافت و در محصولات این سکتور افزایش قابل ملاحظه‌ای به وجود خواهد آمد و گذشته از این سطح عاید سرانه افزایش می‌یابد. مسئولان امارات اسلامی میگویند که ساخت بند بخشاباد 430 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد. مقام‌های امارات اسلامی گفته بودند که بخشی از هزینه ساخت این بند را از مردم جمع‌آوری می‌کند. گفتنی است که ساخت بندهای آب بر رودخانه فرارود و هلمند با نگرانی مقام‌های ایرانی مواجه است. از دید مقام‌های ایرانی بندهای آب افغانستان موانع سد راه تطبیق معاهده سال 1351 است. تنش میان افغانستان و ایران در اوایل امسال بر سر آب بالا گرفت. مسئولین امارات اسلامی میگویند که با معاهده سال 1351 متحدند، اما به دلیل خشکسالی آب کافی وجود ندارد. این خشکسالی‌ها در سال جاری به حدی بر کشور ایران تأثیر گذاشته که منجر به سر و صدای مردم ایران شده و تهران در بحران کامل کم آبی قرار دارد. باید گفت که تونل‌های انحرافی بند بخشاباد اولین پروژه در این بخش در سطح کشور است که توسط انجینیران افغانستانی به پیش برده می شود. در اصل این پروژه زیربنای اعمار دو بند کانکریتی را بر مسیر فراهرود یا دریای فرا احتوا می کند. بند آبگردان کنسک و بند برق آبی بخشاباد. در ساحه اولیای دریا بند آبگردان کنسک با جرکشی دو نهر به طول 245 کیلومتر، قسمتی از اراضی ولسوالی‌های خاک سفید، بالا بلوک، دشت بکوا و پشت رود در بخش سفلای دریا بیشتر ولسوالی‌های لاش و جوین، فرا و برخ شیبکوها را سیراب می‌سازد. قابل یادآوری است که یک دولت زمانی به قدرت اقتصادی و نظامی دست می‌یابد که ملت همکار آن باشد. پس بیایید با دولت همکار باشیم و از آن حمایت کنیم تا افغانستان آرام و مترقی داشته باشیم. سعدالله محمدی هستم و ممنونم از اینکه کانال ما را برای تماشا کردن انتخاب کردید. دیدگاه و نظریاتتان را در قسمت کامنت بنویسید و اگر تا هنوز به کانال ما نپیوستیده باشید، نخست ویدیو را لایک، سپس کانال ما را سابسکرایب و آیکون زنگ را فشار دهید و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان.